یک موضوعی که خیلی آدم باید مورد توجه قرار بده به‌تأیید است که ما بر اساس آمارها میشه این سوال مطرح کرد که طی عملیات‌هایی که در حدود چند ماه گذشته صورت گرفته، به ویژه در قسمت عملیات انتحاری که عاملین آنها هیچ تبعی نبوده جز تبع تاجیکستان، این سوال مطرح کنه که آیا نیروهای میدانی داعش در افغانستان و منطقه خراسان که پاکستانش با قسمت‌های از ایران افغانستان در بر میگیره به حد تعداد نیروهایش کم شده که هر حمله‌ای که صورت گرفته فقط از نیروهای تاجیکستانی صورت گرفته. مثلا حمله به شاهچراغ شیراز تاجیکستانی بوده، حمله به کرمان نیروی تاجیکستانی استفاده کرده، حمله به مسجد ایمان که تحت نظارت گلبدین حکمتیار از رهبران سیاسی افغانستان است تاجیکستانی بوده، حمله به محل اقامت اتباع و شهروندان چینی در داخل کابل نیروهای تاجیکستانی بوده، حمله به میدان هوایی کابل تاجیکستانی بوده. چند مورد دیگر نیروهای تبعی تاجیکستان دست داشتن و که این سوال مطرح میکنه چرا تاجیکستانیا و چرا نه دیگر از اتباع خصوصا از خود افغانستان. که همین سوال رو بیشتر راجعش صحبت بکنیم. خیلی سپاسگزارم از علی حسینی همکارم از BBC فارسی. همونطور که پیشتر هم اشاره شد هویت طراح انفجارهای کرمان و دست کم یکی از مهاجمان انتحاری تاجیکستانی عنوان شده و علی حسینی هم دربارش مفصل صحبت کرد که موارد دیگر هم بوده و تاجیکستانی بودن و این نخستین بار نیست در واقع که عوامل حملات داعش در کشورهای مختلف تاجیکستانی بودند. شاید به یاد داشته باشید که یکی از فرماندهان اصلی داعش هم یک شهروند تاجیکستان بود، گلمراد حلیموف، فرمانده پیشین نیروی ویژه پلیس تاجیکستان که سال 1394 به داعش پیوست و 2 سال بعد روسیه اعلام کرد که در بمباران دیرالزور سوریه او رو کشته. 6 سال پیش مقام‌های تاجیکستان اعلام کردند که نزدیک به 2000 شهروند این کشور در عراق و سوریه به داعش پیوستند. ولی چرا؟ داعش و گروه‌های افراطی‌گرای دیگه برای اتباع تاجیکستان چه جاذبه‌ای دارند؟ چه عواملی مردم این کشور 9 میلیونی رو به سوی داعش و گروه‌های مشابه اون سوق میده؟ کشوری که تا چندی پیش با حملات انتحاری اصلاً میانه‌ای نداشت، اکنون به یکی از خاستگاه‌های اصلی مهاجمان انتحاری تبدیل شده. دلیل چیست؟ این پرسش رو میخوام با مهمانان برنامه در میون بذارم. فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مؤسسه خاورمیانه از واشنگتن همچنان با ماست و همینطور داداجان عطاالله رو داریم، رهبر جنبش وطندار تاجیکستان و محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، هر دو از آلمان. درود بر شما، به برنامه خوش آمدید. آقای عطاالله، میخواین از شما شروع بکنم که دلیل گرایش روزافزون شهروندان تاجیکستان به داعش و گروه‌های مشابه داعش چه چیزی میتونه باشه از دید شما؟ خواهم به خانواده قربانیان فاجعه کرمان تسلیت گویم و به زخمیان شفای کامل آرزومندم. این خبر را شنیدم و واقعا زمین نکفید زیرش درآیم، زیرا آنهایی که به این عمل خبیثانه و کثیفانه دست داده بودند شهروندان تاجیکستانند. این مثل آن است که برادر خانه برادر را می‌سوزاند. ما که خود را یک جزء ایرانی بزرگ حس میکنیم و من امروز از مردم سربلند ایران پوزش میخواهم ما را ببخشید. و پاسخ به سوال شما، بیکاری، فقر، ناداری، احتیاج، این همه جوانان تاجیک را به صف گروه‌ها و گروه‌های افراطی مثل داعش و دیگران می‌پیوندند. بدبختانه در این 30 سال یک نسل پیدا شد که نه دانش دنیوی دارد و نه دانش دینی و احتیاج آنها را مجبور میکند که یا وادار میکند که آنها به چنین حرکت‌ها بپیوندند. و بدبختانه تحلیل های ما نشان میدهد که بسیاری این جوانان در روسیه مخشویی می شوند و بعدا از روسیه یا از ترکیه به کشورهای دیگر آنها را اکسپورت صادرات می کنند. و تاجیکستان که تا این دم به فابریکه غلامبراری مشهور شده بود، اکنون به فابریکه استحصال پیشمرگه ها تبدیل شد. منظورتون از فابریکا کارخانه است. خیلی ممنون. حالا بذارید که از آقای کبیری هم سوال بکنید که از دید شما چطور هست؟ اونطور که آقای داداجان عطاالله گفتن عواملش میتونه بیکاری باشه، میتونه فقر و فاقه و بینوایی باشه. شما چی میگین؟ درود بر شما و با بینندگان و مهمانان شما و با عرض تسلیت خود و همراهانم به قربانیان حادثه‌های اخیر در ایران. ببینید واقعا سوال باید این طرز مطرح شود که چرا 10 سال اخیر تاجیکان بیشتر شامل این گروه‌های افراطی شدند و
تا قبل از 10 سال تاجیکان و تاجیکستان همچون یک کشور خیلی هم معتدل و ما کمترین آمار، کمترین رقم را در بین همه کشورهای آسیای مرکزی در گروه ها و سازمان های تروریستی و افراطی در منطقه داشتیم. چرا یک بار 10 سال اخیر نام تاجیکان و تاجیکستان در سرخط حادثه های ترور و کشتار در سراسر جهان است. حتی هفته گذشته مجله مشهور بیلد آلمانی هم یک مقاله را خیلی مفصل درباره تاجیکانی که در اروپا گرایش به افراطگرایی پیدا کردند نوشت و این بیانگر آن است که این پدیده دیگر محدود به منطقه، به آسیای مرکزی و ایران و افغانستان نیست، بلکه تاجیکان زیر نظر مقامات قدرتی حتی کشورهای اروپایی گشتند. من علاوه به اون عامل‌هایی که مهمانان قبلی شما گفتند، هم اون خانمی که قبلا بود و حالا آقای داداجان عطاالله چند عامل را نامبر کردن، دو عامل مهمی دیگر را من خدمت شما عرض میکنم. ببینید این جوانی که در کرمان این حادثه کشتار را به وجود آورد یک جوانی 24 ساله بود. جوانی که هنگامی که تولد شد در تاجیکستان، امامعلی رحمان الکی 10 سال رهبر تاجیکستان بود. تمام این جوانانی که الان بین عمر 20 تا 30 سال که شامل این گروه ها شدند، اینها در زمان حاکمیت امامعلی رحمان تولد شدند، مکتب رفتند، دانشگاه رفتند و به این گروه های افراطی پیوستند. خب عامل از همه مهم این فریب خوردگی و کمبود اعتماد به جامعه، به حاکمیت است. چگونه یک جوان تاجیک آینده خود را در داخل کشور ببیند و باوری داشته باشد که می تواند با راه‌های مصالحت آمیز به اهداف خود برسد، وقتی که یک نفر 30 سال در حاکمیت است، تمام قدرت را بین خانواده فرزندان خود تقسیم کرده است، تمام احزاب و نیروهای مذهبی، سیاسی، رسانه‌ها و جامعه شهروندان. شما معتقد که مقصر اصلی دولت تاجیکستان از دولت امامعلی رحمان. آقای عطاالله شما موافقید با این دیدگاه؟ بله. دقیقاً وظیفه دولت است که غمخوار مردم باشد، مردم را راهنمایی کند، ملت سازد و یک جامعه پیشرفته سازد. اما در تاجیکستان وقتی که حزب‌ها را بستند، وقتی که روزنامه‌ها را بستند، وقتی برای یک لایک یا یک نوشته در شبکه‌های اجتماعی جوانان را زندان میکنند، وقتی که جوانان یگان نوع آزادی ندارند، حتی نویسنده‌ها، بلاگرها، روزنامه‌نگاران در زندان هستند و مردم مجبور میشوند که ترک وطن کنند و واقعاً آقای کبیری درست گفتند، وقتی که به یک نفر امکان اشتراک در انتخابات، امکان اشتراک در گردی همایی، فکر خود را گفتن پیدا نشود و حتما به پنهانکاری میگذرد. خب شاید چنین شرایطی در خیلی از کشورهای دیگر جهان هم باشه آقای عطاالله، ولی چرا در تاجیکستان باعث میشه که چنین وضعیت که شما توصیف کردید در کشورهای دیگر هم میتونه باشه؟ چرا در تاجیکستان باعث میشه که جوانها به خصوص برن سمت افراطی‌گرایی مذهبی؟ به خاطر آن که در تاجیکستان وضع شاید در آسیای مرکزی هم از بد بدتر باشد. فقط جامعه جهانی دنیا نمیداند که تاجیکستان به یک زندان بزرگ بدل گشته است. بدبختی ما در این است. خب آقای کبیری، شما به عنوان رهبری که از تشکل‌های اصلی اپوزیسیون یا مخالفان تاجیکستان گفتید که دولت تاجیکستان مقصر اصلی هست که ما شاید همچین وضعیتی هستیم، ولی اپوزیسیون چطور؟ آیا واقعا هیچ سهمی در این وضعیت نداره؟ چه کار کرده که جلوش رو بگیره؟ بله، من فکر میکنم که در اینجا اپوزیسیون و تمام جامعه هم مسئولیت دارند، بخصوص ما که نتوانستیم اون دستاوردهای صلح و سازشنامه صلح بین اپوزیسیون و حکومت را نگه بداریم و اون جوانان زیاده که به صلح اعتماد پیدا کردن و باور کردن که میتوانند در چارچوب قانون به اهداف خود برسند، در خود الان احساس فریب خوردگی دارند و این فریب خوردگی دیگر حد اکثرش هست مسئولیتش به دوش حکومت و یک مقدار به دوش اپوزیسیون هم هست که نتوانستیم این سازشنامه صلح را از پامال شوی، از ویران شوی از طرف حکومت تاجیکستان حفظ کنیم. و من فکر میکنم که در مجموع جوان تاجیک احساس فریب خوردگی و بی‌اعتمادی میکند به همه و این مسئول اساسیش طبیعی است که حکومت جمهوری تاجیکستان است و بعدا تمام جامعه از آن جمله اپوزیسیون هم باید که احساس مسئولیت کند، به خاطر آنکه
اون سازشنامه‌ای که واقعا هم امید جامعه را برای آینده زنده کرده بود اون را نتوانستیم حفظ کنیم و باید این را بیننده محترم بداند که مقصر در پامال شدن سازشنامه صلح طرف اپوزیسیون نیست، بلکه این حکومت جمهوری تاجیکستان با رهبری امامعلی رحمان است. آقای عطاالله، شما هم به عنوان رهبر جنبش وطندار آیا این رو قبول دارید که اپوزیسیون هم در واقع سهمی داره در وضعیتی که الان روبروش هستیم؟ من در همین مسئله میخواهم با آقای کبیری یک ایراد گیرم. ما نباید تنها حکومت را ایدار کنیم. به نظر من سازشنامه صلح و یک شرطنامه تجارتی بین حکومت رحمانوف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بدل گشت. این را باید اعتراف کرد. یعنی یک قرارداد تجاری شما میگید بین حزب آقای کبیری بود و دولت آقای رحمان؟ من میخوام شرط دهم که بله اونها وظیفه ها را تقسیم کردن، کرسی ها را تقسیم کردن. حکومت وعده کرده بود که ما با اپوزیسیون 0% منصب ها را میدهیم این آن، اما از هدف های اساسیش اپوزیسیون کلان و من جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از هدف های اساسی دست کشیدن و دیگر همین سازشنامه صلح فقط به جنجال این وظیفه رو من میگیرم، این وظیفه رو فلانی ما همین دیدیم و بدبختانه شانس خوبه که اپوزیسیون داشت از دست داد. حالا اجازه بدین که آقای کبیری هم به این پاسخ بدن، بعدش بریم سراغ خانم امان. البته اون زمانی که سازشنامه صلح امضا شد و اون مسائل بین حکومت اپوزیسیون بود، بنده نه تنها رئیسی حتی معاون رئیس حزبم نبودم، اما این معنی ندارد که ما مسئولیت را به دوش نخواهیم گرفت. ببینید دوستان عزیز، اولویت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و در مجموع اپوزیسیون اون سالها حفظ ثبات و امنیت بود. متاسفانه از حساب گذشت کردن از حساب آزادی و حقوقهای خود و مردم، چون ما در تاجیکستان را در یک شرایط دشوار در احاطه افغانستان، ازبکستان و کشورهای دیگر دیکتاتوری می‌دیدیم و به این باور بودیم که برای جامعه تاجیکستان نیاز اولین امنیت و ثبات است، نه آزادی و حقوق. امروز واقعا درک می‌کنیم که این اشتباه بوده است. ما کاش اون وقت امنیت و ثبات را از حساب آزادی و حقوقهای مردمی تاجیک تامین نمی‌کردیم، بلکه هر دو را برابر تقاضا می‌کردیم و هر دو را برابر حفظ می‌کردیم. بنابراین همین من قسماً این ادعا و این انتقاد را قبول دارم، اما اگر منصفانه ما بهاگذاری کنیم باید که اون کسی که واقعاً و آشکار سازشنامه را پامال کرد، همه این آرزو و آمال ملت تاجیک را به خاک یکسان کرد، باید مسئولیت بیشتر و مورد انتقاد بیشتر قرار بگیرد. خانم امان، حالا که این بحث رو تا اینجا شنیدیم، البته همچنان ادامه داریم، می‌خواستم از شما سوال بکنم که آیا تا چه اندازه به نظر شما دولت تاجیکستان، اونطور که هر دو مهمان برنامه گفتند، مقصر اصلی محسوب میشه در وضعیتی که داریم و تعداد هرچه بیشتر جوان‌ها دارن به سمت داعش میرن؟ ببینید کاملا مورد تیپیکال این اختلاف نظری که الان وجود داره یا همدیگر رو به اصطلاح محکوم کردن، من منظورم این دوستان محترم نیست، به طور کلی واقعیت این است که دولت و حکومت نقش بسیار بسیار مهمی داره در به اصطلاح تمایل یا سوق دادن، سوق یافتن جوانان به گروه‌های افراطی اینچنینی. ما حالا بیایم مثلا تاجیکستان رو با کشورهای دیگه همسایش مقایسه کنیم، واقعا در وضعیت بغایت دشواریه. یعنی به نظر من یک مورد فوق‌العاده پیچیده است و توجه منطقه‌ای و جهانی رو واقعا میطلبه. به نظر من نبود آزادی‌های سیاسی اساساً بسیار بسیار عامل مهمیه، ولی خب تنها عامل نیست. بعد دوستان هم برشمردن این موارد، خودم هم قبلش عرض کردم، یه سری عوامل گوناگونی دست به دست هم میدن که هممون اسم بردیم، ولی واقعیت اینه که بله حکومت مثل هر جای دیگه‌ای که این اتفاقای به اصطلاح تروریستی و فجایع این چنینی رخ میده
دولت بسیار، حکومت بسیار نقش مهمی داره و کوتاهی حکومت اساساً یکی از عوامل فاجعه است. بله همیشه اینجوری. ولی میدونیم که اسلام سلفی در تاجیکستان چند سال پیش اصلا نبوده، یعنی الان میبینیم که تبدیل شده به بستر بسیار مناسبی برای رشد اسلام سلفی و گروه‌های جهادی. دلیلش چیه که اینقدر جاذبه داره واقعا برای جوان‌ها؟ ببینید الان فقط هم همین نیست، الان میشه انتظار داشت که حتی از این گروه داعش مثلا چند تا گروه جدید با اسمهای گوناگون، با به اصطلاح تلاش برای تطمیع بیشتر هواداران و سمپات‌ها و با یه مقداری فراهم کردن زمینه‌های مالی و به اصطلاح ثروت برای جذب جوان‌ها استفاده کنند. ولی یک عامل خیلی مهمی هست، برخلاف مثلا نسل قبلی القاعده یا گروه‌های مثل القاعده، گروه‌های مثل به اصطلاح داعش در رسانه‌های اجتماعی بسیار بسیار فعال بودن. آقای حسینی هم بخشی از این رو اسم بردن. اینا همه مسلماً، یعنی میدونید خیلی راحت برد افکار این چنینی در جامعه مثل تاجیکستان بسیار زیاده، هم به واسطه تلاشی که میشه در بکارگیری رسانه‌های اجتماعی و هم شرایطی که در میدان وجود داره اساساً و کار بسیار راحت تر از جاهای دیگه میکنه. این پرسش رو میخوام که با مهمانان دیگری برنامه هم در میون بذارم. آقای عطاالله، میدونیم که مذهب اصلی اکثریت در تاجیکستان اسلام سنی حنفی هست، از مکتب حنفی، و تعداد هم اسماعیلی هستند، شیعه اسماعیلی. به چه دلیلی مذاهب سلفی در تاجیکستان بر محبوب میشه؟ من اصلا گمان نمیکنم که تنها سلفی ها در تاجیکستان بیشتر شده باشند، اعضای انصارالله هم هستند و گروه های دیگری اسلامی هم هستند. یک چیزی بسیار مهم من میخواهم اینجا تاکید کنم که جوانای تاجیک اصلا تاجیکستان کشوری یک از کشورهای جوانترین دنیا است. سن وسط 24 تصور کنید و همه اینها در روسیه هستند اکثرشون. و این هر کسی میگوید که 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون دروغ میگوید. 4 میلیون تاجیکستانی ها در کشورهای گوناگون و بیشترشون در روسیه هستند و محض در روسیه اونها مشروعی میشوند و اونها مثلا یک مهاجر تاجیک میرود کار، میبرد خانه و تلفنش روشن میکند و در تلفنش کی پیدا میشود؟ در منبر بسیاری آدمایی که یا که ملاهای چل سواد یا مسلمان های نادان و اینها از طریق زبان روسی هست که از طریق زبان عزیز شما از طریق زبان روسی هست که آشنا میشن با گروه های جهادی. بله بیشترشون در برای اینکه در تاجیکستان آزادی ندارن، هر یک قدمشون زیر کنترل است. وقتی که در به روسیه میگویند با یک چی میگن با یک آزادی نسبی میرسن. یک مهاجر تاجیک که اصلا نه زبان روسی را خوب میدونن نه زبان تاجیکی را، برای اینکه در تاجیکستان ساختارهای معارف تماما کساد شده هستند، مکتب به نامش وجود دارد و خلاص، و اینها وقتی که این واعظان را گوش میکنن مجبورن که این مغزهای جوان ناورزیده چیز به این عادت میکنن و آسان به نام همین گروه های آسان به نام این گروه های دهشت افکن میافتند و با اونها پولی کلان هم مبلغ کلان هم میدن. بسیاری بچه ها نمیتوانند کار پیدا کنند. میدن وقتی که آدم گرفتار احتیاج است به هر راه میرود، از پنجره که احتیاج درآید از در و دروازه آن تمامی گناه های کوچک و بزرگ وارد میشوند. بله. افن آقای عطاالله به نکته بسیار مهمی و جالبی انگشت گذاشتن آقای کبیری که گفتن آموزش پرورش میتونه که از دلایلش باشه. آیا واقعا تاجیکستان بعد از فروپاشی شوروی اصلاحات، شما یک زمانی در پارلمان هم نماینده مردم بودید، اصلاحات خاصی انجام داده در نظام آموزشی کشور؟ ببینید شما سوال خوبی رو مطرح کردید و اشاره هم به اون کردید که من زمان 10 سال در پارلمان کشور بودم. اون زمان وقتی که ما قانون
ادیان را تهیه میکردیم در پارلمان، من یک سخنرانی داشتم و اعتراض خود را بیان کردم که این قانونی که شما قبول میکنید حتما نتیجهش افراطگرایی خواهد بود و دلیل‌های خود را هم آوردم و امروز متاسفانه ما را میبینیم. چرا؟ نظری بنده این بود که باید اهالی تاجیکستان، جوانی تاجیک که خیلی هم گرایش به مذهب و دین دارد، معلومات اولیه را، دانش اولیه دینی را در یک مدرسه یا مکتب رسمی زیر نظر وزارت معارف بگیرد، نه از اینترنت، نه از گروه های افراطی. ولی اون اسلام ستیزی و اسلام هراسی که در جامعه در بدن حاکمیت بود، اونا آمدن اون ساعت‌های درسی را که خیلی هم ابتدایی بود از مکتب و مدارس برداشتن، شماره مکتب‌ها و مدرسه‌های دینی را در ولایت‌ها محدود کردند، امام خطیب‌های خیلی معروف و معتدی را از منبر دور کردند و به صحنه کسانی را آوردند که از اول می‌دانستند که اینها در بین جامعه آبرویی ندارد. و نکته دیگر، اینم باز تاکید بر آن می‌کند که نقش حکومت چقدر مهم است. در طول 10 سال وقتی که ما اپوزیسیون بودیم، اپوزیسیون معتدل پارلمانی، حتی یک مرتبه هم به ما از تلویزیون دولتی منبر داده نشد که دیدگاه اسلامی حنفی معتدل رو بیان کنید، در صورتی که رهبری سلفیان تاجیکستان، نفر بانوی محمدی که شما هم خوب میدانید، هر هفته می آمد تلویزیون تاجیکستان و یک سخنرانی درباره دیدگاه‌های خود و اتباع و پیروانش در تلویزیون دولتی تاجیکستان میکرد. برای چی؟ چون حکومت تاجیکستان سلفیای تاجیک را شریک تاکتیکی خود میدانست، نه شریک ایدئولوژی. ولی آقای کبیری، ما در عصر اینترنت زندگی میکنیم و طبیعتاً خیلی وسایل دیگر، رسانه‌های دیگر وجود داره و اگر حزب شما واقعاً اگر عزمش جزم بود برای اینکه مقابله بکنه با در واقع اسلام تندرو و رادیکال، احتمالاً میتونست این کارو بکنه. چرا تلاش نکردن که این توازن رو ایجاد بکنه؟ ببینید اینترنت به تاجیکستان این 5-6 سال اخیر وارد شد یا قوی شد. قبلا که ما این حالت رو در تاجیکستان نداشتیم. یوتیوب، فیسبوک، اینها که زمان ما در تاجیکستان بودیم تازه وارد بازار و وارد کشور شده بودن. بنابراین هنوز هم تلویزیون یگانه سرچشمه اطلاعات در تاجیکستان باقی میماند. با نظر داشت آن که نرخ اینترنت خیلی گران است و مردم قدرت تماشای اینترنت رو ندارن و بنابر همین این حکومت مسئول آن است که این دیدگاه‌های سلفی و افراطی توانست در مدت 10 سال 15 سال اخیر یکباره در تاجیکستان رشد کند و واقعا یکی از مهمانان شما هم گفت که تاجیکستان دیگر تبدیل به بهشتی افراطگرایی و دیدگاه افراطی شد. آقای عطاالله، شما در یکی از یادداشت‌های خودتون در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودید که پزشک ایرانی شما در آلمان به شما گفته که چرا شما تاجیک ها علیه ایران دارین این کارا میکنید، چرا در ایران ایرانیان رو میکشید؟ و اتفاقا این سوالی است که خیلی ها سوال میکنن، میپرسن که به چه دلیل ایران؟ چون میدونیم که خب دو کشور هم زبان و هم فرهنگ و هم سرنوشت هم تاریخ هستن، به چه دلیلی این حملات علیه ایران، مردم ایران صورت میگیره؟ من گمان میکنم که در پس این گروه هایی که این تاجیکانی که به این حمله رهبری کردن، این حمله را سازمان دادن، باز باور دارم که شخصیت های دیگر هم هستند، کشورهای دیگر هم هستند و واقعا ادبیاتی بیشتر اسلامی های تاجیک به نام اسلامی های تاجیک و ادبیات داعش مانندی دارند. ما باید این آشکارا گوییم. وقتی که ما مثلا فرق ندارد یک اسلامی معتدل یا نامعتدل یا گرم یا خنوک یا سرد گوش میکنیم، همین کلمه های میشنیم، همین واژه های میشنیم: مشرک، مردود، کافر، منافق، ملحد. هر کسی که برغم آنها یک سخن گوید یا هر کسی که با آنها همیاری و همراهی نکند، به همین واقعا به همین عیبنامه ها یا به گریبان آدم، به سری آدم می آویزن، می دوزن و از دهان به دهان می گذرد. و چیزی مهم، وقتی که تو از دموکراسی گپ میزنی، از لیبرالیسم گپ میزنی، از کمونیسم برای مثال گپ میزنی، این یکی است. ولی وقتی که تو از نام خدا و از نام پیامبر خدا حرف میزنی، این به مغز مردم تماما تأثیر دیگر دارد. و بدبختانه بیشتری جوانان تاجیکستان بیداری سیاسی ندارند. در یک کشوری که مقدار نشر یک کتاب، تیراژ یک کتاب 200 300 یا 500 است،
تیراژ یک روزنامه تا هزار به زور میرسد. شما از این ملت و از این کشور چی میخواهید؟ درست. و یکی دیگر از مواردی که در واقع برخی از مردم مسلمان تاجیکستان مطرح میکنن، نگرانی از این هست که جمهوری اسلامی ایران در حال رواج دادن به تشیع اثنی‌عشری هست در تاجیکستان قبلا وجود نداشته. آقای کبیری، شما به عنوان کسی که دولت تاجیکستان بارها و بارها به وابستگی به جمهوری اسلامی متهم کرده، در این باره چه نظری دارید؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی همچین قصدی داره؟ شک نیست که در جمهوری اسلامی ایران کسانی هستند که این نیت را دارند و چون بالاخره هر مذهب، هر دین، به خصوص رجال مذهبی اون کشور این تلاش را خواهند کرد، چه سنی باشد، چه شیعه، چه مسیحی، غیر آن. اما من هیچ دلیل برای آن که محض حکومت یا دولت ایران مشغول این کار باشد حداقل در دست من نیست. اما اونه که بعضی دایرها مشغول این کار هستند در اون شک نیست و دلیل را همه دارند. من باره در قم در حضور دانشجویان تاجیک در قم تحصیل میکردن این جمله را هم گفته بودم که برای من اصلا یک نفری که وقتی میاد ما تاجیکان حنفی سنی را تلاش میکند به مذهبی دیگر، حتی اگر از مذاهب اسلامی هم باشد، برای من هیچ فرقی از یک مبشر مسیحی نخواهد کرد. البته این صحبت من خیلی برای بسیاری ها ناخوشایند بود، اما این موقع شخصی من بود و حالا هم میموند و من هیچ نیازی را برای تبلیغ یک مذهبی دیگر در تاجیکستان که مردم مسلمان هست نمیبینم و این رو واقعا اگر چنین عملی باشد یک عملی خیلی هم بد هست که باید پیش آن گرفته شود. خانم امان، شما که از دور موضوع رو مشاهده میکنید میبینید، فکر میکنید که همچین تلاش های از سوی جمهوری اسلامی در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه صورت گرفته یا میگیره؟ خب بله، اینا که داکیومنتد هست به اصطلاح، اینا که مستنده. ایران تلاش هایی کرد در به ویژه در اوایل به اصطلاح فروپاشی اتحاد شوروی سابق، اما خب بعدها یه مقداری واقعا از این موضع به نظر اومد که کوتاه اومده و دید که دشمنی با کشورهای همسایه به اصطلاح به لحاظ امنیت جمهوری اسلامی هم مثبت نیست و یه مقداری تجدید نظر کردن، ولی در اوایل که بسیار مبالغه آمیز واقعا سعی کردن از یه مقداری بسیار تحریک آمیز اساسا. ولی خب استنباط من این بود که در این اواخر احتمالاً به این نتیجه رسیدن که الزاماً گسترش شیعه در توانشون نیست در کشوری مثل تاجیکستان و تلاش برای گسترش شیعه الزاماً به اصطلاح از افراطیگری در اون منطقه جلوگیری نمیکنه که حتی ممکنه به عکس خودش، به ضد خودش تبدیل بشه. اندک داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. آقای عطاالله، می‌خواستم یه سوال بکنم هم از شما هم از آقای کبیری که آیا امکان نداره که شما مخالفان دولت تاجیکستان بتونید یک برنامه مشترکی داشته باشید و منسجم برای مقابله با افراطی‌گرایی مذهبی در تاجیکستان؟ بله، ما واقعا این حادثه‌های ننگین اصلا وضعیت امروزی تاجیکستان به آن می‌آورد که ما باید از امبیسه‌های خود دست کشیم، با هم بیاییم و یک راه نجات را برای ملت ما پیدا کنیم. ببخشید میخوام یک چیز بسیار مهم بگویم. در تاجیکستان الحال در گفتگو، در مکالمه را حکومت بسته است و قفل زده است و کلیدش را به دریا در پشت کوه کاف، کوه پشت کاف در جزیره دیگری هست و ما نمیدانیم. اما امام علی رحمانوف باید خوب داند که مخالفین امروزه بله دست به عملیات‌های تروریستی و ویرانکاری و خرابکاری اینا نزدن، اما اگر امروز از مکالمه، از گفتگو، از سازش یک برنامه پیدا نشود، من باور دارم که فردا در تاجیکستان طالبانی تاقی‌پوش یا طالبانی کراوات-پوش، خیلی برادران ایرانی ما میگن در تاجیکستان حتما پیدا میشن، زیرا ظلم و ستمی که در تاجیکستان امروز هست شاید در یگان گوشه دنیا نباشد. این را باید حکومت رحمانوف و خود امام علی رحمانوف خوب در یاد داشته باشند. آره، یک دقیقه فرصت داریم و حتی کمتر از آن. آقای کبیری بفرمایید. ببینید، مبارزه با افراطگری کاری هر روزه ما است. اگرچه ما مخالفین سیاسی هستیم، اما خواسته یا ناخواسته مشغول هستیم هر روز به
رشد افکار معتدل اسلامی و پیشگیری از افراطگرایی و همین است که ما هم در لیست اولی هدف‌های همچون مشرک مرتد از طرف این گروه‌های افراطگرا هستیم. اما نباید این چیز پیش روی ما را بگیرد و قدم اول باید که واقعا شما درست گفتید که باید مخالفین نوابسته از اون که در وضع خیلی دشوار هستیم دور از وطن از لحاظ اقتصادی، ولی باز هم باید برای ملت و وطن کاری را انجام بدیم و این آغاز گفتگو یک مکالمه ملی با قشرهای دیگر در داخل کشور هم باشد، چون بدون مشارکت حاکمیت در این روند من فکر نکنم که ما به نتیجه برسیم. خانم امان خیلی کوتاه اگه شما بفرمایید که دورنمای این موضوع رو چه می‌بینید؟ خوشبین هستین یا نه؟ والا بعد موقعی دارید اینو از من میپرسید. من اساسا طبیعتا یه مقدار آدم خوشبینی هستم، ولی متاسفانه الان یه ذره شرایط بغرنج‌تر و پیچیده‌تر از اونه که بشه به راحتی ابراز امیدواری کرد. من تلاش می‌کنم در فرصت‌های بعدی حتما این سوالو بازم از شما بکنم. سپاسگزارم از فاطمه امان، محی‌الدین کبیری، دادا جان عطاالله. اینجا رسیدیم به پایان برنامه و همینطور ممنون از همراهی تک تک شما با این برنامه. سه‌شنبه می‌بینمتون. تا آن هنگام زندگی بکام.